الرحمن الرحيم والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد سوره مبارکه ذاریات هست. همونطوری که در درس گذشته عرض کردم، موضوع تمام این سوره ها تقریبا مشترک هست. این سوره های آخر بیشتر مباحث قیامت و معاد بیان میشه، ذکر میشه و احیانا در لابلای این سوره ها مبحث اصلی که توحید باشد به اون هم پرداخته میشه. مناسبت این سوره و ربط این سوره با سوره گذشته، با سوره قاف، این هست که در سوره قاف با دلایل عقلی که دو تا دلیل عقلی بود اثبات شد که حشر و نشر هست، روز قیامت بعث هست، بعث بعد الموت، برخاستن همه از قبور وجود دارد. حالا در ذاریات علی سبیل ترقی، به صورت ترقی می فرماید نه تنها حشر و نشر هست بلکه جزا و عذاب هم هست. روز قیامت انسانها بر اساس عمل کرده خوب و بد جزا می بینند، نتیجه اعمال خودشون را می بینند. لذا در سوره ذاریات بعد از اینکه خداوند چند تا نمونه ذکر می فرماید و به چند مخلوق از مخلوقات خودش سوگند یاد می فرماید انما توعدون لصادق و ان الدین لواقع. آنچه که شما از سوی پروردگار وعده داده می شوید اون وعده الهی صادق است، راست هست، و آن چیزی که و روز جزا واقع میشه، ان الدین لواقع. اما خلاصه این سوره که انشاءالله شما امروز این سوره را میخوانید، برای اثبات جزا یک شاهد و یک نمونه خدای تعالی ذکر میفرماید برای حشر و نشر، و دو تا دلیل عقلی هم هست برای اثبات مدعا. تخویف دنیوی هم هست، کسانی که نپذیرند اونها بیم داده میشوند از عذاب دنیا، و بعد از آن 5 نمونه از عذاب در این سوره بیان می شود. ذکر 5 قوم هست که اونها نپذیرفتند، نپذیرفتنش منجر شد به هلاکت اونها، منجر شد به عذاب اونها. لذا این خلاصه این سوره هست که الله تعالی بیان می فرماید. اما در ابتدا الله تعالی به چند چیز سوگند یاد کرد. بیشتر و صحیحتر اینه که اینجا خداوند بادهای متفاوتی را ذکر کرده، طوفان‌های متفاوتی را ذکر کرده. بادها مختلف هستند، بعضی ها تند میوزند، بعضی ها کند میوزند، بعضی ها گرد و خاک را در آسمان منتشر میکنند، همه جا گرد و خاک میکنند. بعضی بادهای ملائم هستند که این بادها با خودشون ابر میارند، باران میارند و باعث رحمت و برکت برای انسان ها میشوند. همونطور که بادها متفاوت هست و بادها مختلف است، احوال انسان ها در روز قیامت هم مختلف است. بعضی حالشون خوبه، بعضی حالشون بده، بعضی با تندی با اونها برخورد میشه، بعضی ها با نرمی برخورد میشه.
و الذاریات ذروا. الله تعالی می فرماید شاهدند و سوگند به اون بادهایی که افشان کننده هستند، افشان کردنی، منتشر کننده هستند، گرد و خاک ها را و همه چیز را در دنیا منتشر می کنند، منتشر کردنی. فالحاملات وقرا، و پس سوگند به اون بادهایی که حمل می کنند و با خودشون بر می دارند اونها را، ارز کنم که بادهای بارها را هم بر می دارند، یعنی ابرهای پرآب را، وقر بار را می گویند، ابرهای پربار را، ابرهای پر از باران را. فالجاریات یسرا، پس سوگند به اون بادهایی که جاریان میوزند با نرمی، با آسانی. فالمقسمات امرا، پس قسم به اون بادهایی که تقسیم کننده هستند، اموری را که الله تعالی دستور میده تقسیم میکنند. میدانید و میبینید که گاهی در قسمت یک شهری باران هست، در قسمت یک شهری گرد و خاک هست، قسمت یک شهری سردیه، قسمت یک شهری گرمی هست. لذا چیزهای متفاوتی هست که بادها چی میکنند؟ اونها را منتشر میکنند. انما توعدون لصادق و ان الدین لواقع. این جواب قسم است. الله تعالی میفرماید همه این بادها گواهند، شاهدان چیز میشوید انسان ها. این مدعای سوره هم هست، آن چیزی که شما وعده داده میشوید اون راست هست. انما توعدون لصادق، آن چیزی که وعده داده میشوید راست هست. اون چیه؟ و ان الدین لواقع، جزا واقع میشه. جزای انسانها یعنی بر اساس عملکرد خودشون جزا میبینند. عملکرد خوب جزای خوب، عملکرد بد جزای بد. این در روز قیامت اتفاق میفته، این در روز قیامت حتما میشه. و همچنین الله تعالی بعد از این بادها آسمان را ذکر میفرماید، شاهد دیگر، گواه دیگر. قسم به آسمان در قرآن زیاد هست. والسماء ذات الحبک، قسم به آسمانی که دارای راههای متفاوت است. البته ذات الحبک بعضی گفتن راههای متفاوت، یا آسمانی که دارای زیبایی هست، دارای ستاره های رنگ برنگ هست. ببینید بر اساس تفسیر اول منظور اینه، ببینید در آسمان ما مشاهده نمی کنیم، اما در آسمان راههای متفاوته. هر یکی از این سیاره ها، از این ستاره ها که در گردش هست یک مدار دارد، یک مسیر دارد، یک راهی دارد که از اون راه خودش هرگز به مسیر دیگری، به بخش دیگری نمی رود. همون هواپیماها که در این مسیر جوی و فضایی برای آنها در نظر گرفته شده که از اون مسیر خودشون منحرف نمی شوند. به همین دلیل هست که می بینیم در این آسمانی که ما هستیم و در شبها بالخصوص خیلی از جاها هستند و مناطق هستند که اونها مسیر پرواز هستند. شاید در یک لحظه دهها پرواز از اونجا در حال تردد هستند. اگر این مسئله نباشد و مسیرش خاص نباشد، بسیاری از کنم که مسیرها هستند از نظر ارتفاع، یکی ارتفاع بالایی داره، یکی ارتفاع کمتری داره، باز فاصله ها همه اینها هست. اگر این مسیرهای خاص هر پرواز نباشد، اون وقت همونطور که پایین صدها تصادف میشه، اونجا هم چندین تصادف میشد. ولی هیچ یکی از اون مسیری که برایش مشخص شده از اون مسیر به مسیر دیگری قرار نمیگیرد. همچنین برای سیاره ها، ستاره ها مداری که در اون مدار در حال گردش هستند.
مسیری که در اون مسیر سیر میکنند. و علاوه از ستاره ها برای فرشتگان هم مسیر وجود دارد، هر فرشته در همون مسیر خودش حرکت میکنه. لذا پس تفسیر اول و معنای اول این که این آسمان که دارای راههای متفاوتی هست، مدارهای مختلفی هست، مسیرهای گوناگونی هست، این آسمان شاهد است. یعنی این همه نظم که خدای عزوجل درست کرده بیهوده هست؟ خدا تعالی این تمام عالم را، این آسمان را، این ستاره را، این سیاره، لذا الله تعالی می فرماید این آسمانی که دارای این راههای متفاوت هست. و بعضی میگویند که ذات الحبک، حبیکه شبکه را میگویند، ستاره ها را، سیاره ها، ستاره های مختلفی هستند، بعضی بزرگ، بعضی کوچک، بعضی زیاد درخشنده، بعضی کم درخشنده، بعضی خیلی نور میده، بعضی کم نور میده، بعضی نورهایشون سفیده، بعضی زرد هستن، متفاوتن. لذا اینها همه با اشکال متفاوت، با عرض کنم که اندازه های مختلف یک زیبایی خاصی در آسمان درست کردند. لذا پس ذات الحبک، زینت، زیبایی، آسمانی که دارای زیبایی هست به وسیله ستاره ها. الله می فرماید این همونطور که اینها متفاوتن، اقوال شما هم متفاوته، دیدگاه ها و عقاید شما متفاوته. به همین خاطر می فرماید انکم لفی قول مختلف. ای انسان ها، شما درباره قیامت در اقوال مختلفی هستید، در دیدگاه های مختلفی هستید. حالا ببینید درباره قیامت چقدر دیدگاه های ما انسان ها فرق میکنه. بسیاری هستند که درباره قیامت افراط دارند، بسیاری هستند تفرید دارند، بسیاری هستند مثل ما مسلمانان اعتدال دارند. خیلی ها هستند که افراط، عرض کنم که تندروی میکنند، زیاده روی میکنند، کلا انکار میکنند، میگن که اصلا قیامتی وجود نداره. انسان که میمیرد میگه همه چیز خلاصه میشه به زمان، گردش زمان. انسان را زمانه خلق کرده، انسان را طبیعت درست کرده، تا هر وقتی که طبیعت ایجاب کند، تقاضا بکند این انسان هست، بعد از این انسان میمیره، تبدیل به خاک میشه، خاکستر میشه، تمام میشه. بعضی ها درباره آسمان ها، درباره قیامت این دیدگاه را دارند. بعضی دیدگاهشون اینه که برای انسان جهنمی هست، بهشتی هست، اما در همین دنیا. چطور؟ میگن این روح وقتی که پرواز میکنه دوباره عود میکنه، برمیگرده به دنیا. اگر عملکرد انسان خوب باشد دوباره این روح میاد، حالش خوب خواهد بود، در یک شرایط خوبی قرار میگیرد، پس این بهشتش هست. اگر حال انسان بد باشد، اعمال انسان بد باشد، دوباره روح میآید و در کالبدی قرار بگیرد که شرایط بدی دارد، زندگی بدی دارد، در دنیا شکنجه هست، در دنیا عذاب میکشد، سختی ها دارد، پس این جهنمش هست. لذا اینها اعتقاد دارند به عقیده تناسخ، که این ارواح از یک کالبد وقتی که پرواز میکنن دوباره به یک کالبد دیگه قرار میگیرن، در جسد یک انسان یا یک حیوان، خوب یا بد. بعضی این عقیده را دارند، انکم لفی قول مختلف. بعضی ها که خودشون را بر دینهای آسمانی دارند، مثل یهود، مثل نصارا، اونا کلا اعتقادی که نسبت به آخرت است در اون تحریف و تغییر ایجاد کردن. میگوین بله آخرتی هست، اما ناجی فقط و فقط کسی هست که یهودی باشد، به بهشت یهودی باشد. و قالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا. مسیحی میگه بهشت نمیره کسی که مگر نصرانی باشد او نصارا. لذا این همه عقاید هست، این همه افکار هست،
این همه نظرات هست درباره قیامت. اما ما مسلمانان معتقدیم که الله عزوجل این نظامی که به بعضی از اجزای این نظام در این آیات اشاره شده، چه آسمانی هست، چه راههایی، چه مسیرهایی، چه ستارهایی، چه مدارهایی، فرشتگان، تمام این نظم، این تصرفات الهی برای این هست که به انسان منافع برسانند. باران برای انسان بیاد، رزق و روزی برای انسان بیاد، سردی و گرمی برای انسان بیاد، خیر و شر برای انسان بیاد و این انسان در دنیا اعمال انجام بده. لذا این اعمالی که انجام میده اگر مطابق همون ذاتی که همه این دستور، همون ذاتی که همه این نظام را پیدا کرده، زمین را پیدا کرده، آسمان را، ستاره ها را و آسمان ها را، اگر مطابق دستور او، فرامین او عمل بکنند، بعد از این زندگی مختصر یک زندگی بسیار طولانی هست که در اون زندگی راحت می شوند. تفصیلش در قرآن مجید آمده. و اگر در این زندگی مختصر بد عمل کنند، این زندگی مختصر به دنبالی که تابع الله باشند، تابع هوای نفس باشند، تابع خواهشات و لذات زندگی باشند، تابع شیاطین باشند، تابع دشمنان خدا باشند، اون وقت بعد از این زندگی خیری برای اونها وجود نداره. قرآن همینه میگه، خدا همینه میگه، اون ذاتی که آفریده اینه میگه. لذا الله تعالی میفرماید انکم لفی قول مختلف، شما انسان ها درباره اون قیامت اقوالتون مختلفه. یؤفک عنه من افک، الله میفرماید برگردانده میشه، منحرف میشه از اون عقیده معاد و از عقیده آخرت. چه کسی؟ من افک، کسی که در ازلش این انحراف باشه، اونی که منحرف کرده شده. منظور چیه؟ منظور این آیه را علامه نصفی در تفسیر مدارک به زیبایی نوشته که انکم لفی قول مختلف یؤفک عنه من افک، یعنی انکم لفی قول مختلف یا انهم لفی قول مختلف. انسان ها اقوالشون مختلفه. فمنهم من شاک، بعضی ها درباره قیامت شک دارن، و منهم جاحد، بعضی ها درباره قیامت منکرند، اصلا سوگند میخوره اصلا چنین چیزی نیست. بعضی ها مؤمنند، متفاوته. ثم قال يؤفك عن الاقرار بامر القیامت من هو المأفوک، از اقرار کردن درباره قیامت اون انسانی به انحراف کشیده میشه، اون انسانی محروم میشه که مأفوک باشه، یعنی در ازلش این انحراف باشه، در تقدیرش این گمراهی باشه. خب حالا انسان ها که قیامت را انکار میکنن به دلیل چی هست؟ علتش چی هست؟ یکی از دلایل اینه که انسان بر اساس دلیل حرف نمیزنه، بر اساس تعقل، مدرک، تدبر سخن نمیگوید. و الا اگر انسان از عقل خودش کار بگیرد، عقل سلیم میگوید باید قیامتی باشد. ما قبلا دلایلش را گفتیم. این تفاوت انسان ها می طلبد یه میدانی باشد که مشخص بشه کدوم خوب عمل کرده، کدوم بد عمل کرده. پس اونهایی منکر قیامت هستن که از روی ظن و گمان حرف میزنن، از روی هوای نفس حرف میزنن، از روی تخمین حرف میزنن. لذا الله اونها را نفرین میکنه. قتل الخراصون، قتل الخراصون یعنی کشتشند. مرگ بر تخمین زنندگان. خراصون را چی میکنن؟ تفسیر میکنن کذابون، چون کسی که همینطور تخمینی حرف میزنه او دروغ میگه، دلیل نداره، مدرک نداره. کیا هستن این کذابون؟ الذين هم في غمرة ساهون، آنهایی که در جهالت عمیق خودشان غافلند. غمره است میگن جایی که آب باشد و چی باشد؟ عمق زیاد باشد.
اینجا منظور جهالتی که جهالتشون خوب عمیقه، جهالت زیاده. در اون جهالت عمیق ساهون غافلند، از خدا بیخبرند، در همین عالم غفلت میپرسن یسألون ایان یوم الدین.